سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشین و از شما تشکری میکنم از اینکه ویدیو رو به دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از رحیم مهریار می باشه که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. من بیچاره کی باشم که خریدار تو باشم. متاسفانه که من در قسمت از اینکه شعر از کی است و کمپوزیشن از کی است معلومات ندارم دوستای عزیز. طبق معمول اگر شما میفهمید لطفا ما را هم همچنان در جریان بگذارین. یا آهنگ زیبا رو میخوایم که از سی بخوانم. راگ بهروی ما اگر ما سی بخوانیم چه رقم شکل داره بروی پرده های ارمونیا. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. آهنگ از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از سا شروع میشه دوستای عزیز. من بیچاره کی باشم که خریدار تو باشم. عیب باشد که تو یار من و من یار تو باشم. آهنگ از سا شروع میشه. من بیچاره کی باشم، من سا سا دا دا، یعنی از سا میریم دا دا، سا سا دا دا. من بیچاره کی باشم، همین رقم جریان دارم و همراه یک انگشتال کار میکنم. من بیچاره کی باشم که خریدار تو باشم. عیب باشد که تو یار من و من یار تو باشم. یعنی اینجا دو انگشت کار میشه. که اینجا یک گمک است که دو تا نوت ما یعنی سا و ری را یک گمک مقبول استفاده کردن. شما دیدین دوستای عزیز که ما دمی آستایی شد ری هم استفاده کردیم، یعنی دی میلودی شد ری هم کار شده. شما ببینید یک بار دیگه چی رقم شد ری استفاده میشه. من بیچاره که باشم که خریدار تو باشم. در اینجا ری شد استفاده شد. بعد از دوستایی آهنگ دوباره دمی سی ماینر کورد استارت میشه و از اینجا انترلود شروع میشه. انترلود از سا شروع شده ولی از این سانه از های اکتیو از این سا. شما دیدین که نی شدم همچنان در میلودیش استفاده شد نی. شما ببینین یک بار. آهنگ دوباره در سی ماینر کورد استارت میشه. حالا امروز به 5 انگشت کار میکنم، لطفا سعی کنین. شما اینجا دیدین دوستای عزیز که همچنان ده شد استفاده شده. باز یک بار مسر کار میکنیم، شما لطفا ببینین.
خب بعد از انترلود آهنگ دوباره از سی ماینور کورد استارت میشه و از این اینجا انتره شروع میشه. انتره از گه شروع میشه دوستای عزیز. خویشتن بر تو نبندم. شما دیدین دوستای عزیز که در اینجا قسمت ما همچنان ریشت استفاده میشه. خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم. امرا یک انگشت. خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم. باز دوباره گمک اینجا استفاده میشه. و قسمت دیگهش که باز تکرار آستایی است که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. ای باشد که تو یار من و من یار تو باشم. دوستای عزیز این تمام آهنگ بود. امیدوارم که شما با بزرگواریتان کاستی های ویدیو رو لطفاً ببخشین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گده مایره تمرین میکنیم. من بیچاره که باشم که خریدار تو باشم. ای باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من بیچاره که باشم که خریدار تو باشم. ای باشد که تو یار من و من یار تو باشم. یار تو باشم. خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم. خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم.